فضولات کبوتر برای ساختمونا مضره. در حالی که مدفوع کبوتر میتونه برای بعضی از مواد ناخوشایند و خورنده باشه، اما خطر قابل توجهی برای سلامتی نداره. کبوترها آفت هستند. در حالی که کبوترها میتونن در مناطق شهری آزاردهنده باشن، اما اونها فقط سعی میکنن مثل هر حیوان دیگه زنده بمونن. کبوترها فقط آشغال میخورن. کبوترها رژیم غذایی متنوعی دارن که شامل دانه‌ها، غلات، میوه‌ها و بعضی از حشره‌ها میشه. کبوترها همه مثل هم هستن. بیش از 300 گونه مختلف کبوتر در سراسر جهان وجود داره که هر کدوم ویژگی‌های منحصر به فرد خودشو داره. کبوترها فقط در شهرها زندگی میکنن. در حالی که کبوترها معمولاً در مناطق شهری زندگی میکنن، اما در مناطق روستایی و حومه شهر هم پیدا میشن. کبوترها خنگن. کبوترها در واقع کاملاً باهوش هستن و برای انجام کارهای مختلف مثل ارسال پیام در زمان جنگ آموزش دیدن. کبوترها شکارچی ندارن. کبوترها شکارچیان طبیعی زیادی از جمله شاهین و گربه دارن. مسابقات کبوتر بیرحمانه است. در حالی که بعضی افراد ممکنه با کبوتر خود بدرفتاری کنه، اما اگر از پرنده به خوبی مراقبت بشه، خود این ورزش ذاتاً بیرحمانه نیست. همه کبوترها یکسان به نظر میرسن. هر کبوتر نشانه ها و رنگ های منحصر به فرد خودش رو داره که باعث میشه به راحتی در بین بقیه کبوترها شناسایی و متمایز بشه. اگه ویدیو برات مفید بود، لایک فراموش نشه.